بسم الله الرحمن الرحیم. خب در چارچوب بحثی رو که خدمتتون عرضه داشتم، امروز میرسیم به موضوع سفین. هر کدوم از این مقاطع توضیحات خیلی بیشتری داره. سعی میشه که نکات مهم خدمت شما ارائه بشه با توجه به اون چارچوب کلی بحث که خلافت حضرت منجر به از بین بردن خیلی از مسائل و مشکلات شد. یکی از مهمترین ها جنگ سفینه. جنگ سفین جنگ به معنی درست کلمه جنگ واقعیه. اون حالت قوقایی رو که ما در جنگ جمل شاهد هستیم و طیف‌های مختلف و توقعات مختلف در این جنگ وجود داره و اصولا این جنگ یعنی جنگ جمل یه فرمانده واحدی هم نداره که نه همه یعنی حداقل افراد متنفذ فرمانده هستن. ولی در جنگ سفین اولا فرماندهی معلومه، اون کسی که در رأس معلومه و همه از او اطاعت میکنن. و نکته دیگه اینه که لشکر شام یک لشکر کاملا به تعبیر امروز کلاسیکه، یک لشکر کاملا منظمه، به معنی درست کلمه لشکره. این که میگم یک لشکر کلاسیکه خیلی خلاصه که حالا بهش خواهم انشالله پرداخته خواهد شد، اینه که شام یک بخشی از امپراتوری بیزانس روم شرقی که اصولا ساختارهای شهریش، ساختارهای تمدنیش، معماریش، هنرش، فرهنگش و همچنین سپاهش عملا ساختار بیزانسیه و که حالا اینها رو خدمتون عرض میکنم. این که فقط بگیم معاویه در این جنگ بود و بر باطل بود در مقابل خلیفه حقی که با او بیعت شده بود، منهای اون مسائلی که مربوط به وصایا و سفارش های مؤکد پیامبر بود، بالاخره مسلمان ها با حضرت بیعت کرده بودند و لذا خلیفه حاکم و برحق بود، نباید در مقابلش می ایستادن و در مقابلش شورش می کردن. خب در جنگ سفین یک چنین به اصطلاح شرایطی اتفاق افتاد. اما خود این جنگ چجوریه و معاویه به چه صورته، لازم این نکاتی رو عرض کنم. معاویه داستان به این صورته که در اواخر دوران ابوبکر که دوران کوتاهی 2.5 سال، در اواخر دوران ابوبکر یه سلسله برخوردهای مرزی بین به اعتبار شامی ها یا بیزانس ها و مسلمان ها اتفاق میفته. در اوائل دوران عمر یه لشکر نسبتاً قابل توجهی رو تجهیز میکنن به سمت شام که اینها برن و به هر صورت اون نقاط رو تصرف کنن. لشکر شام میاد. در فرماندهی لشکر مقاطع مختلفی داره، ولی اون در اون موردی که بالاخره منجر میشه به سقوط شام و شهرهای شام، فرماندهیش از آن فرزند ابوسفیانه، یعنی یزید ابن ابوسفیان. و در این لشکر خود ابوسفیان هست، چنانکه معاویه هم هست. داستان خیلی خلاصش اینه که چه در زمان خلیفه اول چه در زمان خلیفه دوم سعی میکردن افراد متنفذ، حالا چه متنفذ از قریشی ها و یا احیانا از انصار، اینها به عنوان فرمانده لشکر باشند. به اعتبار یک نوع استمالتی از اونها بود.
و لشکر آمد و دمشق رو و بالاخره شهرهای دیگه، حمص و حما و شهرهای دیگه ای که در منطقه شام هست که خیلی هم آباد بود، این شهرها رو و این مناطق رو به ترتیب آمدن و تصرف کردن. داستان جنگ هایی که در شام اتفاق افتاد با آنچه که در ایران دوره ساسانی اتفاق افتاد خیلی متفاوته. علت اصلیش هم اینه که اولا شام خودش مستعمره بود، یعنی مستعمره رومی ها بود، روم شرقی بود و حاکمانی که بر شام بودن، شام یه مجموعه از سوریه امروز، فلسطین امروز، به اضافه لبنان و به اضافه اردن، یک مجموعه وسیعیه. به اصطلاح قدیم یا حتی جدید هم میگن هلال خصیب، به معنی اون هلال خیلی پرتراوت و حاصلخیز که جای حاصلخیزی هم هست الحق. به هر صورت قدرت اولا محلی نبود، یعنی شام توسط رومی ها اداره می شد، تحت سلطه رومی ها بود. نکته دوم اینه که اینها عموماً مسیحیان مونوفیزیت بودن و این مونوفیزیت بودنشون با دئوفیزیت بودنی که در قسطنطنیه بود، چون پایتخت برای روم شرقی شهر قسطنطنیه بود، به لحاظ دینی هر دو اگرچه مسیحی بودن اما دو شاخه مسیحی بودن. خب لذا با اونها مشکل داشتن و اتفاقا رومی ها هم به دلیل مونوفیزیت بودن اینها به اونها سخت می گرفتن. یعنی فقط این نبود که دو تا دین دارن یا دو تا، حالا دین که نه، دو تا مذهب دارن. مسئله این بود که به دلیل مونوفیزیت بودن مورد یک نوع تضییقاتی از جانب رومی ها بودن. نکته سوم به طور خیلی خلاصه اینه که مردم در این منطقه عموماً سامی هستن، از نژاد سامی هستن و زبانشون عموماً آرامی و احیانا سریانیه و این دو زبان به عنوانی سامی هست، زبان عربی هم سامیه. لذا زبانهاشون به همدیگه خیلی نزدیکه، به نوعی که کم و بیش همدیگه رو میتونستن بفهمن. در مورد ایران زبان اصولاً یه زبان هند اروپاییه، اصلا ساختارش، کلماتش و خصوصیاتش با زبان عربی کاملا فرق میکنه. اما در اینجا زبان از ریشه سامیه و به اعتباری یک نوع شباهت زبانی و در نتیجه یک نوع شباهت فرهنگی هم بین عرب‌هایی که آمده بودن و اینها وجود داشت. و بالاخره خیلی خلاصه نکته آخر اینه که به لحاظ تاریخی رابطه قوی بین شام و بین جزیره العرب بود، همون که در قرآن بهش اشاره شده، لاف قریش، همون رحلت الشتاء و الصیف، که به هنگام زمستان اینها می آمدن برای به هنگام تابستان می آمدن برای شام و زمستان می رفتن برای یمن. لذا یه ارتباط تجاری و مواصلاتی خیلی مداومی بین اینها وجود داشت، تا اونجایی که معروفه که کسانی مانند ابوسفیان حتی خانه‌ای در منطقه شام داشتن، یعنی در دوران قبل از اسلام اون موقع آمده بودن و در اونجا جای خریده بودن. خب سریع به نتیجه برسم، منطقه شام خیلی آشناست با جزیره العرب و با عرب ها و لذا مقاومت خیلی کم در مقابل
در مقابل عرب ها، مسلمان های عرب خیلی مقاومت کم انجام میشه. در خود دمشق معروف در تاریخ اینه که کلید شهر رو یک اسقف شام دمشقی میاد و تقدیم میکنه، یعنی بدون جنگ شهر به عنوان فتح میشه. حالا نه تنها دمشق، خیلی از شهرهای منطقه شام و مناطق مسکونی به این کیفیت تصرف میشن، فتح میشن. و خب این یه مقدمه اول. مسئله دوم اینه که خود ابو سفیان، یزید بن ابو سفیان که فرمانده جنگه، عملاً حاکم این منطقه میشه، ولی یک طاعونی در اون منطقه وجود داشت که خیلی ها رو کشت و حتی خیلی از صحابه رو که در این لشکرها بودن، چون به صورت مداوم این لشکرها در اون منطقه حضور داشتن، خیلی از اونها رو کشت، من جمله یزید رو، یعنی یزید بن ابو سفیان رو. در نتیجه عمر معاویه رو به عنوان حاکم اون منطقه تعیین کرد. خب این کم و بیش در اواسط دوران عمره و او رو در اونجا تعیین کرد و یعنی معاویه رو، او شد حاکم منطقه. دیگه در اینجا یه قسمت‌های فردی هم مطرحه. معاویه یه فرد بسیار سیاسیه و بسیار آینده نگریه و خود ابو سفیان هم در همون جریان فوت میکنه. حالا این که در شام فوت میکنه یا احیانا در خود شبه جزیره یک کمی اختلافه، ولی در همون سالها فوت میکنه. در نتیجه معاویه به تنهایی قدرت رو در دست داره و با توجه به اون ویژگی هایی که داره که خیلی این ویژگی ها متفاوته با بقیه قریشی ها، فرد چنان که عرض کردم آشناس، قبایل رو میشناسه، افراد رو میشناسه و فردیه که به عنوانی برای آینده نقشه داره و بر اساس اون نقشه داره عمل میکنه. او حاکم شام میشه. یکی از اولین اقداماتش اینه که یه فردی است به نام سرجون. این سرجون آدم معروفیه و در زمان خود رومی ها هم قبل از اینکه مسلمان ها بیان امور اقتصادی و مالی اون منطقه در دست او بوده. او رو به عنوان مشاور خودش انتخاب میکنه و این سرجون تا آخرین لحظات، ظاهرا در زمان یزیده که فوت میکنه، تا آخرین لحظات با معاویه بوده و نه تنها مشاور مالیش بوده بلکه مشاور در همه امورش بوده و آدم مهمی هم بوده. پسر او به نام یوحنا که در تاریخ معروف به یوحنای دمشقی، این اتفاقا از شخصیت‌های فوق‌العاده معروف در مجموع تاریخ مسیحیته و اگه اشتباه نکنم حتی قدیس هم شد، او رو تقدیس کردن. بالاخره شخصیت خیلی مهمیه و شاید اولین کسی هم هست که یه شخصیت مسیحی که با قرآن و با اسلام آشناست که داستان مفصلی داره. خب مهم اینه که سرجون مشاور معاویه است. یکی دو تا مقدمه دیگری رو لازم عرض کنم. از ابتدایی که عرب ها به منطقه شام آمدن اصولا رابطه خصمانه ای نیست، به اعتباری رابطه یا صمیمانه یا یه رابطه غیر خصمانه ایه. این فرق میکنه با جاهای دیگه. خب این زمینه یه زمینه مناسبیه. نکته دوم
این هست که منطقه شام به ویژه دمشق، بدونید دمشق یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیاست، سابقه چند هزار ساله داره و این شهر کلاً ساختار شهری داره، متمدنه، با فرهنگ، با ساختار شهروند داره. این که بگم شهروند به معنی اینی که کسانی درش زندگی میکنن که با شهر و شهرنشینی آشنا هستن، شهروند هستن و به هر صورت با توجه به شرایط اون زمان منطقه شام یه منطقه کاملا پیشرفته‌ایه. این حالت رو ما در ایران ساسانی هم داریم، اما در ایران ساسانی نوع برخوردی که وجود داره خیلی متفاوت با شامه. این برخوردها سر در میاره از برخورد فرض کنید زیاد و ابن زیاد و مخصوصا حجاج با ایرانی ها که داستان خیلی وحشتناکیه. به هر حال برگردم به اصل موضوع. شامی ها نسبت به فاتحانی که آمده بودن نظر منفی نداشتن، بلکه میشه گفت نظر مثبت داشتن و این در تاریخ هست که شما بودین که ما رو از اون تضییقاتی که در زمان رومی ها وجود داشت نجات دادین، هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ نژادی. خب اینا سامی بودن و اونها به هر صورت آریایی بودن، رومی ها. خب یه چنین شرایطی وجود داره. اون چه که معاویه اقدام میکنه این هست که تلاش میکنه به اعتبار یک اسلامی رو در اونجا عرضه بکنه که حالا به تعبیر من هست، این تعبیر یه سنتزیه بین اسلام آنچنان که در به هر صورت توسط پیامبر عرضه شده بود و فرهنگ بومی. به اعتباری این اسلام رو به تعبیر حالا فرنگیش این کلتوره میکنه، اون رو به اعتباری محلی میکنه. البته این جریان مربوط به اون زمان هست. و نکته دوم اینه که به شدت منطقه مورد خودش رو، یعنی منطقه شام رو، از نفوذ مسلمان هایی که احیانا از حجاز می آمدن و یه تصورات دیگه ای داشتن به شدت از این حفاظت میکنه که کسی وارد نشه. یعنی به اعتباری اسلام خودش رو و قرائت قرآن خودش رو سعی میکنه در اونجا به اعتباری جا بندازه. یه مدتی که ابوذر به اون منطقه رفته بود، بالاخره در زمان عثمانه با تمهیدات مختلف او رو از اون منطقه اخراج کرد. نه تنها ابوذر رو، بلکه هر کسی دیگه ای که از مناطق به هر صورت مکه و مدینه و این مناطق می آمد سعی میکرد که او رو اخراج کنه. لذا یک نوع به اعتباری محیط بسته ایجاد کرده بود که دیگران نتونن در این محیط بسته نفوذ بکنن. خب در اون اسلامی که معرفی میکرد در او تبدیل شده بود به عنوان خال المؤمنین و نزدیکترین فرد به پیامبر. بعد سالها، یعنی اون مقدار در این زمینه قوی عمل کرده بود که بعد سالیان حدود 100 سال بعد، موقعی که عباسی ها آمدن و بنی عباس یعنی آمدن و دمشق رو گرفتن، این در تاریخ هست که صفاح که اولین خلیفه عباسیه اومد برای دمشق و بزرگان دمشق اومدن و در نزد صفاح قسم یاد کردن که ما اصولاً غیر معاویه کسی رو و بنی امیه کسی رو به عنوان اهل بیت پیامبر نمیشناختیم.
یعنی به نوعی عمل کرده بود و پایه‌گذاری کرده بود یک سیاست دینی و فرهنگی رو که بعد هم توسط بنی امیه، مخصوصا توسط عبدالملک و هشام کاملا پیگیری شد، این بود که اصلا اینها اهل بیت پیامبر هستن. خب یک چنین شرایطی در شام وجود داره. خب به این اضافه کنید مسائلی رو که مربوط میشه به بنیه لشکری که ایجاد شده بود. خب این لشکر بدنش بدنه شامیه، اگرچه بعضا کسانی از بنی امیه آمده بودن یا کسانی مانند عبیدالله ابن عمر آمده بود ملحق شده بود، ولی بدنه لشکر بدنه شامیه و این خیلی فرق میکرد با بدنه لشکر علی ابن ابی طالب که از منطقه کوفه بود که حالا توضیحش که دارای چه ویژگی های بود اون لشکر یه فرصت بیشتری رو لازم داره. برگردم دوباره به اصل موضوع. خب یک جنگی اتفاق افتاد بین علی ابن ابی طالب و بین معاویه. معاویه از نظر موقعیتی که برای خودش ایجاد کرده بود و مردم پذیرفته بودند در منطقه شام و اون موقعیتی که در بین لشکریان شام ایجاد کرده بود و لشکریان پذیرفته بودند و اون خصوصیاتی که این لشکر داشت، یعنی لشکر علی ابن ابی طالب کم و بیش مرکب از طوائف و قبایل مختلفه. مال شام یک دسته، یه لشکر کاملا آزموده است، کاملا کلاسیکه، کاملا سپاهیه. و حالا اینکه این جنگ چگونه انجام شد، چه نتایجی داشت، انشالله در فرصت دیگه خدمتتون عرض میکنم. این فعلا مقدمه بود و السلام علیکم و رحمت الله.